استغفار زیاد پرسید. انشاءالله الله تعالی وعده کردگی است که مال زیاد و پسرهای زیاد و دریاهای و جنتهای و باغها می‌دهد است. استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه. در یک روز 10,000 مراتبه. مثلا کسی راننده هست، مادامی که علم گوش نمیکنید، خالی که شدید ذکر کنید. راه میگردید از تا نماز، بعدی نماز، مادامی که فرصت خالگی دارید، زبانتون همیشه با ذکر الله تعالی تر باشد. الله تعالی اون مشکلای آسان میکنه و این ناداری، کمبغلی، قرضداری، بیپولی، اینا بی حکمت نیست. گاه انسان پولش باشد و گناه صرف میکنه و الله سبحانه و تعالی از بندگانش با خبر است. بنابراین میگوید که بعضی بنده ها ما اگر پول دهم کافر میشد، از حد میبراید. بنابراین الله تعالی ملکش وسیع است، میتوند برای هر یک آدم چند میلیاردی که خواهد دهد. لیکن میگوید که مردم وقتی که بی حاجت که شدن در روی زمین طغیان میکنن، از حد و حدود میگذرن. ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی. انسان از حدود آدمی میبراید وقتی که میبیند که بی حاجت شده است. یعنی غالبی مردم وقتی که پولدار شد، راه و گردش، سخن کنیش دیگر خیلی میشه. مردم تحقیر میکند، به گناه صرف میکند، به فساد صرف میکند. بنابراین گاه ها الله سبحانه و تعالی یعنی رزق بنده را گاه ها کم میکند تا اینکه بنده گاه ها میشود که زبانش با دعا مشغول باشد. وقتی که شکمش سیر است دعا نمیکند، طلب نمیکند. وقتی که گرسنه هست، محتاج است، دعا میکند، طلب میکند. و این از مهربانی الله تعالی است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم گفتن که من برای شما از کمبغلی نمیترسم. هر یک پدر، مادر وقتی که از دنیا وفات میکند برای فرزندانش خواطیر وفات میکند. این بچه های من، آدم دیندار غالبا به دین و عقیده فرزندش خواطر میشه، نه به پول و مال. اما آدمایی که از دین و دیانت بیخبر هستن، این بچه من خانه‌دار میشده باشد، پولدار میشده باشد، فقط پول و مال فکر میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم از پدر و مادر دیده برای ما اولاتر، از نفسامون دیده برای ما اولاتر هستند. گفتن که من فقر اخشى علیکم، من برای شما از کمبغلی نمیترسم. همین شما اگر کمبغل باشید من خاطرم جمع است. گفتم ولکن اخشى علیکم الغنى، من از بایگری میترسم. شما اگر بای باشید من خواطر. گفتم وقتی یه روز نماز بامداد خواندن، مردم زیاد به نماز بامداد آمده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد اینکه استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام منك السلام تبارکت یا ذا الجلال و الاکرام میگفتن، به مردم روی می آورد. امام پشت به قبله روی به مردم میبرد. بعدی نماز فرض خوانده شدن، بعد دیدن که جماعت زیاد شده است. بعد گفتن که لعلکم سمعتم بقدوم ابا عبیده، شاید شما قدوم ابو عبیده رو شنیدید. ابو عبیده ابن الجراح پیامبر صلی الله علیه و سلم به بحرین فرستاده بودند. بحرین دولتی مملکتی معده یک حاضر در پهلوی عربستان سعودی. اون وقتا بحرین نام داشت، یک جزیره معده. اونو جزیه میدادن به دولت پیامبر صلی الله علیه و سلم. هر سال یک مراتب جزیه میدادن، یعنی پول میدادن، لیکن در همون دینی که داشتن در همون دین باقی ماندن. یعنی با همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم عهد داشتن که اینا به آنها هجوم نمیکنن، اونا به اینا هجوم نمیکنن، جنگ نیست بین اینا، لیکن هر سال حق اینا رو میسپارن. ابو عبیده رفته بود برای گرفتن. اینایی که با خبر بودن حساب کردن که ابو عبیده کی رسیده میبیاد. همون روزی که ابو عبیده رسیده میبیاد، همین به نظر گرفته مسجد در نماز بامداد آدم زیاد جمع شده است. بعد گفتن شاید شما شنیدید که ابو عبیده میبیاد. گفتن که بله یا رسول الله. اونا دروغ هم نگفتن، راستش گفتن. بعضی آدما اگر تو برای فلان خاطر شده اومدی، گفت نه من به خاطر الله اومدم، میگه دروغ میگه. اونا راستش گفتن بله یا رسول الله. بعد گفتن که من فقر اخشى علیکم، من برای شما از کمبغلی نمیترسم، لیکن من از بایگری میترسم. اگر دنیا کشاده شود شما رو به هلاکت میرسون، چه خیلی که پیشینه ها رو به هلاکت رسانیده بود. بنابراین الله تعالی اگر
در تقدیرتان موقتا، البته این موقتا است، کم پولی و یعنی کمتر فقیری و مسکینی نوشته باشدم، صبر کنید. حضرت ابو هریره هم روزی بودند در مسجد خواب میکردن، نه همسر داشتن، نه خانه داشتن، نه پول داشتن، نه مال داشتن، حتی با شکم گرسنه گاه از گرسنگی بیهوش شده در پیش منبری پیامبر صلی الله علیه و سلم میافتیدن. لیکن روزی شده امیر شهر شدن، رئیس شهر. اینا به این روزا میگذره برادر عزیز.